از 1 دقیقه پیش با سوت آقای حیدری قاضی مسابقه جدال حساس هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور بین دو تیم سفیدپوش ذوباهن از اصفهان و قرمزپوشان پرسپولیس تهران در ورزشگاه فولادشهر آغاز شد. بدون گل در شرایطی که 10 دقیقه از زمان این دو رو پشت سر گذاشتیم. حالا ذوباهنی‌ها میخوان حرکتی رو به وسیله قاسم حدادی فر آغاز بکنن. حدادی فر از راه دور با پای چپ روی زمین میزنه و رادوشوویچ شیری دوباره شیری حرکت رو آغاز کرد، وارد زمین تیم ذوباهن میشه. پاس به جلو، یه پاس در موقعیت مهراج اسماعیلی و نقطه پنالتی برای پرسپولیس روی حرکت رو به جلویی که علیپور انجام میده. صحبت میکنه هادی محمدی. این لحظه ای است که علیپور عبور کرد و مهراج اسماعیلی صد راه او شد. از این نما هم ببینید پنالتی که دو بازیکن همه چیز رو مشخص میکنن. ضربه زده میشه و گل برای پرسپولیس به وسیله مهدی ترابی. پرسپولیس‌ها دقایق ابتدایی به گل میرسن و فعلا اون طلسم 9 ساله رو میشکنن. اسماعیلی جهت توپ رو خوب تشخیص داد و شیرجه رفت. ببینید اینجا توپ رو به گوشه دروازه اسماعیلی فرستاد. از نمای پشت دروازه هم ببینید خالی دیگه از دست سنگربان جوان ذوباهن هم بر نمی اومد و بدین شکل توپ رفت به گوشه دروازه. 1-0 برای پرسپولیس. حالا به طور حد بازی زیباتر خواهد شد. ذوباهنی‌ها حالا میتونن از یک ضربه شروع مجدد وقتشون رو امتحان بکنن. روی دروازه موقعیت و توپی که در اختیار رادوشوویچ قرار میگیره. هادی محمدی هم جلو اومده بود روی این توپ، به بازی سرعت میده. کنارش حدادی فر هست، میده به ماکاولی. عمق دفاع پرسپولیس باز شده. موقعیت، یه ضربه و توپی که ارسلان مطهری میزنه و در اختیار رادوشوویچ قرار میگیره. ببینید از این نما اینجا ضربه رو ناگهانی زدن و کمجون بود و رادوشوویچ هم خوب جایگیری کرده بود روی پاسی که ماکاولی به او داد. ببینید تنها جلال حسینی رو پیش رو داشت و ضربهش رو زد و با جایگیری رادوشوویچ در اختیار سنگربان پرسپولیس قرار گرفت. اتفاقی که منجر به پنالتی برای پرسپولیسیا شد، خیلی دروازه ها تهدید نشده. دوباره در اون سمت زمین یه پاس عالی سوتر از مهدی ترابی، بازیکنی که فوتبال خودش رو از تیم پدیده ساری آغاز کرد. یه پاس خوب، فرصت برای بازیکنان پرسپولیس. چیر دروازه به لرزه در میاد. یه شلیک غیر قابل تصور. یه بار دیگه موقعیت، به هر طریق ممکن خط دفاعی ذوباهن اونجا توپو دور میکنن. هادی محمدی یه بازیکن سری روی پاش میاد که وحید امیری است. داخل محوطه جریمه، یه ضربه و چه توپی گرفت رادوشوویچ. بهترین بخت ذوباهنی‌ها با عکس العمل زیبای سنگربان پرسپولیسی ها ناکام میمونه. نوراللهی، ربیخا، ترابی، خود ترابی، یه پاس در موقعیت برای انصاری. یه ضربه از محمد انصاری پیشتاخته که از زاویه بسته زده میشه و به بیرون میره. ضربه کرنر به وسیله قاسم حدادی فر میفرسته روی دروازه، از همه عبور میکنه. یه ضد حمله حالا برای تیم پرسپولیس، سری دارن حرکت میکنن. ضد حمله پرسپولیس خیلی میتونه خطرناک باشه. ببینیم چه کار خواهد کرد. یه پاس در عمق، یه پاس در عرض، موقعیت، فرصت و توپی که از دست میده علیپور. دو تیم پرسپولیس و ذوباهن در دوران فوتبالیش داره. فرصت رو ببینیم چه کار خواهد کرد. داخل محوطه جریمه یه برخورد به وجود اومد، اما آقای حیدری رو متقاعد نمی‌کنه که بخواد پنالتی بگیره. همین 45 دقیقه فرصت داره که خودش رو برسونه به تیمای بالای جدولی. یه حرکت رو به جلو، یه پاس در موقعیت، فرصت برای پرسپولیسی ها. باز هم عمق خط دفاعی وحید امیری بود که میتونست دروازه رو باز بکنه. نوراللهی کنار خط
شیری، وحید امیری، پاس به عمق عالی، گریز علیپور به سمت دروازه، علیپور ضربه رو میزنه و گل! گل دوم هم برای پرسپولیس روی یک پاس در عمق به ثمر میرسه و دقیقه 57 حساب کار 2-0 میشه. پرسپولیسی ها رو صاحب توپ کرد و چهارمین گل این فصلش رو علیپور روی این پاس به عمق عالی از وحید امیری. نگاه کنید دفاع جا مانده بودن دیگه، پیشروی نکرد، همین ضربه رو روی زمین به گوشه دروازه فرستاد. از نمای پشت دروازه هم ببینید اینجا با این ضربه از زاویه بازی که معراج اسماعیلی اونجا پوشش نداده بود نهایت استفاده رو برد علیپور. سپاهان بود، استقلال برای اولین بار تو این هفته رسید به صدر جدول. تو بیاد روی دروازه موقعیت عالی، چه ضربه سری رو گرفت رادوشوویچ. چرا خوشحال نباشه وقتی در دو قدمی مقابل دروازه این واکنش تماشایی رو داره انجام میده. خیلی سخت بود مهار این توپ. کورنر دوباره روی دروازه، یه موقعیت عالی، توپ برگشت داده میشه. زباهن سراپا حمله شده، ملکی توپ رو میفرسته پشت محوطه جریمه. دقیقه 61 کورنر روی دروازه باید بیاد، فرستاده میشه، یه ضربه سر. مدافعین بلند قامت زباهن پرتعداد جلو میکشن بازیکنان پرسپولیس. خط هافبک تیم زباهن جا مونده. شیری هم اضافه میشه، نوراللهی باز هم پاس در موقعیت و گل! گل سوم رو هم باز روی پاس در عمق درون دروازه قرار میده مهدی ترابی. گلزن پرسپولیس نکرد. ببینید در بین دو مدافع توپ رو فرستاد. این هم لحظه ای که باز هم روی زمین به اون گوشه دروازه است. احمد نوراللهی بود فکر کنم توپ رو درون دروازه قرار داد. ببینیم نه، ترابی بود. این لحظه ای است که ترابی دروازه رو باز کرد. خیلی از پاش فاصله میده. یه ضربه از راه دور از قاسم حدادی فر. استقلالی ها سوم شدن و پدیده‌ای ها چهارم. پاسش نمیرسه به مقصد، حرکت رو به جلو، گریز به سمت دروازه، باز هم موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس. بشار رسان و توپی که با اختلاف کم روی چاق دروازه معراج اسماعیلی فرود میاد. پرسپولیسی ها تعریضی میکنن. ببینید از این نما این بشار رسان چی میخواد بندازه از بالای سر معراج اسماعیلی، در شرطی که معراج هم خیلی از چارچوب دروازه جلو نیامده بود. عادی محمدی پاس به جلو میندازه، پاسش خوب هست، فرصت هست، یه موقعیت عالی، همچنان موقعیت و توپی که منظمی برای دانیال اسماعیلی فرتون دو تیز میفرسته با دو دست، توپ رو اونجا مشت میکنه رادوشوویچ. پرتاب برای زباهنی ها. دقیقه 82 مسابقه. دوباره دوشنبه مسابقات در هفته 14 باید پیگیری بشه. خلطبری، یه پاس در عمق، منظمی، خود منظمی، یه لحظه فرصت، اجازه کارو نمیدن به هر طریق ممکن. تو به اون سمت میاد، موقعیت برای دانیال اسماعیلی فر بلند میفرسته، منظمی، ضربه سر از او که بی حاصل هست. عادی محمدی از همونجا بلند میفرسته، یه موقعیت، یه فرصت عالی و توپی که نجات مهدی هم نمیتونه در آخرین لحظه روش اثر بگذاره. یه ضربه نچندان خوب از دانیال اسماعیلی فر. مهدیپور توپ رو بلند میفرسته، جلال حسینی برمیگردونه، خلطبری، خود خلطبری ضربه محکم رو روانه دروازه میکنه که توپش به بیرون میره. ضربه این چهره محمد رضا خلطبری روی پای چپش خوب ارسال میکنه. خلطبری یه ضربه سر و رادوشوویچ توپو میگیره.